فصل گلابگیری در ایران اوایل اردیبهشت آغاز و تا اواسط خرداد ادامه دارد. شهر قمصر واقع در استان اصفهان و در نزدیکی شهر کاشان به دلیل کیفیت بالای گلاب آن به عنوان پایتخت گل و گلاب شناخته شده است. اساسی ترین عامل شهرت این محصول میزان فوق‌العاده اسانس گل سرخ محمدی قمصر است. آقا صبح ساعت 5:30 صبح ما میاییم اینجا گلچینی. هستیم تا ساعت 4-5 بعد از ظهر اینجاییم. بعد این 4-5 بعد از ظهر که میریم اینا رو میبریم باسکو، دوباره میریم گلابگیری قمصر. خبرنگار یورونیوز در ایران در گزارش ارسالی خود میگوید یکی از زیباترین و خوشبوترین گل‌های جهان اینجا در وسط ایران در منطقه کویری از دل خاک بیرون میاد. مرغوبیت این گل‌ها به خاطر شرایط طبیعی و آب و هوایی این منطقه است. گل‌ها را پس از چیدن در ساعات اولیه صبح به شهر قمصر برای گلابگیری میبرند. همه ساله در این ایام مسافران فراوانی برای تماشای باغ‌های گل و خرید گلاب از ایران و خارج از آن به این منطقه میآیند. ما 30 کیلو گل میریزیم، حدود 70 لیتر آب. به مدت در دیگ بسته به مدت 4 ساعت میکشه تا این دیگ جوش بیاد، بخار کنه، بخارش بیاد توی ظرفا که داخل آبه. اونجا تبدیل به گلاب میشه. حدود 40 لیتر هم گلاب برداشت میکنیم. کشورهای بزرگ تولید کننده عطر و اتکلون مانند فرانسه از جمله مشتریان اسانس گل محمدی هستند. گلاب اصیل قمصر بیشتر صادر میشه کشورهای عربی و فرانسه. روغنش هم هست باز که همون اسانس گل محمدی میگن. اسانسش کاربردهای دارویی داره، برای اتکلان سازی، برای کرم سازی اینا بیشتر میره فرانسه. پایه اتکلانایی به حساب ارگانیک هستش که اسانس گل محمدی رو مصرف کنن.